بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام. من زهرا قاسمی هستم، دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان و این سومین قسمت از برنامه صفرکست با موضوع درس خوندنه که تقدیم شما میشه. اول از همه یه سلامی عرض کنیم خدمت نودانشجوهایی که از همین ترم اول میگن حالا کو تا آخر ترم، بعد نزدیک امتحانا که میشه امیدشون به جزوه همکلاسیاشونه و شب امتحانم هیچی از این جزوه ها سردر نمیارن. و یه سلام مخصوص عرض بکنیم خدمت نودانشجوهایی که از همین ترم اول با برنامه دارن درس میخونن. دمتون گرم. قسمت‌های قبلی راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردیم، ولی نوبتی هم باشه دیگه بالاخره نوبت درس خوندنه، اونم توی دانشگاه صنعتی اصفهان. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم که خودشون تجربه تحصیل توی دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور رو داشتن و قطعاً نکات مهمی درباره درس خوندن برای ما دارن. آشنا بشیم با مهمان درجه یکمون. دکتر صالح اکبرزاده، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان. ایشون دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه لوئیزیانا هستند و الان در سمت ریاست دانشکده مهندسی مکانیک فعالیت می‌کنند. آشنا شدیم با آقای دکتر اکبرزاده، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان و الان در خدمت آقای دکتر هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین به برنامه صفرکست. سلام علیکم، خیلی ممنون، متشکرم بابت زحمات شما و همکاران محترم. هستم خدمتتون. سلامت باشین آقای دکتر. آقای دکتر، ما همیشه یه سوال رو اول از مهمانمون میپرسیم و اونم اینه که برنامه صفرکست، این کلمه شما رو یاد چه مطلبی انداخت؟ بله، عرض کنم که توی دانشگاه صنعتی اصفهان کلمه صفر معمولاً صفری مترادف تازگی و نوعی هست. نو دانشجوی جدید الورود که خدا رو شکر هر سال میزبان بیش از 1000 نفر از این دانشجوها هستیم که تو مقاطع مختلف وارد دانشگاه میشن. البته کلمه بیشتر به دانشگاه کارشناسی اطلاق میشه و هر سال به هر حال یه انرژی خیلی نوعی و جدیدی رو تو کالبد دانشگاه با خودشون میارن. کلمه صفر تو دانشگاه این معنی رو میده. دقیقاً همینطوره و این قسمت در رابطه با درس خوندنه که میخوایم راجع به این موضوع با نودانشجوها صحبت بکنیم. و آقای دکتر، با این سوال در مورد درس خوندن شروع بکنیم. با توجه به سابقه علمی و تحصیلی شما، اول از همه میتونیم حدس بزنیم که شما همیشه جزو بچهای درس خونه دانشگاه بودین، درسته؟ نمیدونم. تلاشمو میکردم، ولی حالا این که جزو اون دسته بودم انشالله که بودم. معدل اینو نشون میداد آقای دکتر. خب خدا رو شکر، خیلی هم عالی. آقای دکتر، یه سوالی که همیشه درد و دل ما دانشجوهاست، مخصوصا دانشجوهای کارشناسی، اینه که این حجم از دروس تئوری رو ما چرا باید مطالعه کنیم؟ توی 4 سال حجم زیادی از دروس تئوری. بله، عرض کنم که چند تا نکته من به ذهنم میرسه. یک این که واقعیتش حالا رشته تا رشته فرق میکنه، ولی درس‌های آزمایشگاه و کارگاه و کارآموزی و اینا که ماهیت عملی دارن هم کم نیستن. تو رشته‌های مثلا هم رشته‌های مهندسی، هم رشته‌های کشاورزی، علوم پایه هم حالا فیزیک و شیمی همینطور هست. نکته بعدی اینه که برنامه درسی که ما برای رشته‌های مختلف داریم تا حدودی شبیه دانشگاه برتر داخل و خارجه. منابعی که استفاده می‌کنیم تو دانشگاه مطرح دنیا هم همینا هست. حالا بعضی وقتا ما ترجمه فارسیشو استفاده می‌کنیم، اونها زبان اصلیش. یعنی برنامه‌های درسیمون هم خیلی متفاوت نیست.
واقعیتش اینه که برای شروع هر کار مهندسی که شما بخواید انجام بدید پیش نیاز داره. فرض بفرمایید که شما میخواید توی یه مجتمعی نمیدونم سیستم تهویه مطبوع طراحی بکنید، مبدل حرارتی، هر کاری بخواید انجام بدید باید بدونید که خب حالا این وسیله که من میخوام طراحی بکنم خب سیال داره، این جریان سیال که میخواد عبور بکنه، حالا مثالش هم مکانیکیه چون من خودم مکانیکی هستم، اینو باید بشناسیم. اینو بخوایم بشناسیم پس باید با مکانیک سیالات آشنا بشیم. وارد مکانیک سیالات میشیم با یه سری مشتق و انتگرال سر کنیم، پس باید ریاضی هم بخونیم، قبلش فیزیک رو هم باید بخونیم. واقعیتش اینه که نمیشه همون اول بریم پله پنجم، باید پله پله بریم جلو. ولی در پس این پیش نیازی، هم نیازی، دروسی که به صورت متوالی چیده شده، منطقی وجود داره که بعد از 4 سال بتونیم فردی رو در واقع تحویل اجتماع بدیم که فردی هست با دید مهندسی و دانش کافی برای انجام کارهای مهندسی. البته این خب در واقع حالا از کلمه مهندس استفاده کردم، برای رشته‌های دیگر دانشگاه هم همین هست. این به ذهن من میرسه، یعنی نهایتاً ترکیب همه این درس‌ها یه ترکیب متعادلی، دروس عملی داره، دروس تئوری داره و هدفمند هم هست. یعنی به نظرتون حتی یه سری دروسی که خونده میشه و بعدها حالا شاید گرایشی که اون فرد میره توی اون رشته، اون گرایش متفاوتی باشه، باز اون دروس به کارش میاد؟ دقیقاً. یعنی شما از الان نمیتونید پیش بینی بکنید که آینده حرفه‌ایتون دقیقاً در کدوم زمینه هست. ممکنه که بعضی درسایی که در ظاهر شما فکر میکنید هیچ وقت به درد نمیخوره، بعدا شما در یه پروژه‌ای بشید که اتفاقا همین درس‌ها هستش که خیلی به کار شما خواهد اومد. چون مثال‌های متنوعی هم خودم هم دوستان و همکارانم در دانشگاه و در صنعت تجربه کردم، به تجربه این نتیجه رسیدیم که درس غیر مفید نداریم. بعضیش ممکنه فوایدش بعدها واسمون آشکار بشه اگر که حالا توی زمینه‌ای بریم وارد کار بشیم که به این زمینه‌ها مربوط باشه. درسته. آقای دکتر، یه مسئله‌ای هست برای درس خوندن، بهتره بگم برای خوب درس خوندن. اولین نکته اینه که ما سر کلاس یادگیری خیلی خوبی داشته باشیم. به نظر شما این یادگیری خوب با رعایت چه نکاتی اتفاق میفته سر کلاس؟ عرض کنم که چند تا نکته من به ذهنم میرسه. یکی این که اولش که کلاس رو بریم، همه جلساتشو، معمولا اولین جلسه ترم شاید مهمترین جلسه هم باشه، چون استاد اون جلسه مطالبی میگه ممکنه درس نده و جلسه اول زودتر تموم بشه، ولی منابع رو معرفی میکنه، اهمیت رو میگه و یه شناخت کلی از اون درس به فرد میده. و من اولین جلسه خیلی جلسه مهمیه، بقیه جلسات هم هستا، ولی منظور این که از همون اول بریم. هر کلاسی هم از اولش معمولا حضور داشته باشید خیلی بهتره، به این خاطر که چند دقیقه اول کلاس خیلی وقت مدرس یه مروری از مطالب جلسه قبل و اتفاقات که این جلسه قرار بیفته انجام میده و هیچ بعید نیست که دانشجویی که ولو 2-3 دقیقه با تأخیر به کلاس برسه یه مطالبی رو در معرضش قرار نگیره. وقت ارتباط مطالب که گم شد دیگه نمیدونه که حالا این مطالب که این جلسه گفته میشه کجا هست، پیش زمینه رو نداره دیگه، پیش زمینه رو دقیقاً نداره. برای همین این حضوری که از اول کلاس باشه هست. این که میگم همه جلسات کلاس به این خاطر که معمولاً تو اون 2-3 هفته‌ای که امتحانات میان ترم برگزار میشه بچه‌ها اولویت بندی میکنن، کلاس‌های دروسشون رو نمیان. این بعدها از این جهت براشون مشکل ایجاد میکنه که بالاخره استاد رفته درس داده، بعدها باید وقت بیشتری بذارن این رو مطالبی که از دست دادن رو بخونن. همیشه اتفاق میفته. اینو حالا تا جایی که میشه فکر میکنم که بچه‌ها مثلا حالا دانشجویان جدید الورود یه جوری تنظیم بکنن که هیچ جلسه از کلاسشون رو از دست ندن. توی کلاس هم بعضی عواملی که باعث حواس پرتی میشه که مهمترینش گوشی تلفن همراه هست، اینو بذارن کنار. بالاخره در اینترنتش که واسه انواع پیام‌ها، تماس‌ها اینا میاد. این وقتی که شما در حال یادگیری هستید، هر عاملی که باعث اختلال بشه، یه تماس تلفنی، یه پیام از یکی از دوستاتون، نمیدونم یه اطلاعی در فضای مجازی، شما برای لحظاتی هم که ارتباطتون با مدرس قطع بشه بعد خیلی طول میکشه تا دوباره بخواید خودتون رو به اون سرعت مدرس و مطالبی که داره میگه برسونید. فکر میکنم اینها هست. نکته بعدی ساعت کلاس هست. حالا مخصوصا در دروسی که گروه‌های مختلفی داره و دانشجو حق انتخاب داره که من مثلا گروهی انتخاب کنم 8 صبح یا اونی که 11 صبح.
این واقعیتش اگر فردی هستید که اهل صبح زود از خواب بیدار شدن هستید، اون که از 8 صبحیه حتما اولویته. ولی اگه میخواید دیر بخوابید و دیر بیدار شین که اصلا کار خوبی نیست، کلاسی رو نگیرید که نمیتونید، خودتون از اول میدونید نمیتونید تو شرکت بکنید، چون بدون حضور در کلاس وقت خیلی زیادی باید بگذارید تا در واقع درس رو متوجه بشید. ممنونم آقای دکتر. اگر موافقین یه بخش صحبت با نودانشجوها رو ببینیم، یکم در مورد درس خوندن ازشون بپرسیم و برگردیم. در خدمت. سلام، روز بخیر. امروز بریم یه کمی با بچه‌های درسخونه صنعتی گپ بزنیم. اول بپرسیم این همه درس تئوری میخونید ضرورت داره؟ گفتم پاسخو دیگه. دانشگاه صنعتی اصفهان کلا معروفه به درسای تئوری، یعنی قبل از ورودی به ما هم گفتن که قرار درسای تئوری خیلی اهمیت زیادی داشته باشه. بله. به نظر من دروس تئوری یه قسمتش قطعا نیازه، چون هر مهندسی میخواد کار بکنه تو صنعت، یه قسمتی از این علومو نیاز داره واسه کار. ولی حالا این حجمشو والا ما هم نمیدونیم، از بچگی ما گفتن بخونیم هم خوندیم. چقدر حرف گوش کنی تو. همه دانشجوها هم اعتقاد دارن که دروس تئوری زیاد کاربردی نیست برای بچه‌ها. به صورت مستقیمی که بعداً به کار ببریم فکر نمی‌کنم. خیلی دروس تئوری زیاده و شاید لازم نباشه، نمیدونم واقعیتش. دست و پنجه نرم کردن با درس‌ها و مشکلات درسی، مسئله ها فلان میتونه ما رو توی مشکلات زندگی هم یاری کنه، یعنی اینکه فکر کردن در کل خوبه. آفرین. نه اصلا ضروری نیست. چقدر جدی گفتم. به نظرم فقط یه قانونیه که باید باشه. خب بچه‌ها بگید ببینیم نکات مهم درس خوندن توی دانشگاه صنعتی اصفهان چیه؟ خیلی درس خوندن فقط. واسه همین اینجایی. تایم درس خوندن بالاتر باشه و انگیزه خیلی مهمه اینجا. ببینین اول بعدی که علاقه داشته باشه. انتظار نمره بالا نداشته باشی. آره. و دیگه باید زیاد بخونی دیگه. خیلی. دروس یه جوریه که باید سر کلاس‌ها همیشه حاضر بود، چون با شب امتحان خوندن زیاد نمیشه اوکی کرد. شب امتحان که اصلشه. زیاد بخونی و مفید بخونی و اینکه منابعت هم مشخص باشه، درست باشه. با هم درس بخونن، سوالا رو حل کنن. ممنون بچه‌ها، چقدر نکات خوبی گفتید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. ممنون از همراهی شما. آیتمی که شنیدیم و دیدیم یه صحبتی بود با نودانشجوها در مورد درس خوندن و اما نظر آقای دکتر رو بپرسیم در مورد این مطلب. آقای دکتر مصاحبه چطور بود؟ مصاحبه خوبی بود واقعیتش. اینو من به دانشجوها حق میدم که حالا همون سوالی هم که اول شما مطرح فرمودید در مورد حجم دروس تئوری، شاید وظیفه ما است مقدار بیشتر توضیح بدیم که چرا ما این سلسله از دروس رو باید بگذرونیم. ولی این حجم از دروس تئوری من فکر می‌کنم، من ازش دفاع می‌کنم. فکر می‌کنم که لازم هست برای اینکه ما دانش آموختگان بهتری و تحویل بسته به اینکه حالا در آینده هر فعالیتی که می‌خوان انجام بدن، ولی در کنارش خب ما انواع آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها اینها رو داریم و یه مهندس به هر حال باید از چیزهای مختلف سر در بیاره. شما بعضی رشته‌های ما رو که نگاه بکنید، دانشجو میره از دانشکده‌های مختلف درس میگیره، یعنی شخصیتش اینطوری شکل میگیره که اینو من باید از این دانشکده، از دانشکده ریاضی، دانشکده فیزیک، دانشکده مواد، دانشکده شیمی، نمیدونم جاهای مختلف و یه شخصیت جامعی پیدا میکنه. اینها رو لازم داره تا بعد بتونه توی در واقع حرفه آیندهش تاثیر بیشتری داشته باشه. یعنی یه شخصیت جامعی که فرمودین پدید بیاد. بله. آقای دکتر یه مسئله رو فرمودین در مورد بحث اینکه سر کلاس چجوری یادگیری خوبی داشته باشیم. یه مسئله اینه که سر کلاس ما باید اصولاً جزوه بنویسیم. اولین سوال اینه که ما برای چه دروسی اصلا جزوه بنویسیم و چه نکاتی رو رعایت بکنیم که یه جزوه خوبی بنویسیم، یه جزوه‌ای که شب امتحانم به دردمون بخوره. عرض کنم که فکر کنم خیلی شخصیه، یعنی دانشجو تا دانشجو واقعا متفاوته. حسم اینه که شخصیه، یعنی بعضی از بچه‌ها اینطوری بهتر یاد میگیرن که فقط گوش کنن، یعنی فقط نگاه بکنن.
کتاب‌هایی که برای همه دروسی که ما تو رشته‌های مختلف داریم به عنوان منبع معرفی میشه معمولا کتابای خیلی خوبیه، خیلی با اصول علمی نوشته شده، مثال‌های خیلی خوبی داره، متن خیلی خوبی داره. بعضی وقتا تاکید بیش از حد رو جزوه مترادف اینه که کتابو میذاریم کنار، یه جزوه 20 صفحه میخونیم، با این درس و نمره میاریم. ممکنه درس رو بشه اینطوری نمره آورد، ولی برای اینکه اون مطلب خوب جا بیفته حتما کتاب احتیاج هست. خیلی ممنون آقای دکتر. اگر موافقین یه فاصله بگیریم تا شما هم یه نفسی تازه بکنین و برگردیم. متأهل بودم و درآمد چندانی نداشتم. دکتر در قالب پروژه‌ای که تز خودم هم بود به مدت 1 سال ماهانه 750,000 تومان به من میداد. این مبلغ معادل حقوق اساتیدی بود که پروژه‌های بزرگ می‌گرفتند. به من میگفت شما درستو بخون. هر وقت مشکل مالی داشتی من تا حد توان کمکت میکنم. اگر 1-2 هفته در اصفهان میموندم و کمی دیر میکردم زنگ میزد که فلانی کجایی؟ چرا نیومدی؟ خیلی از اساتید با نرفتن دانشجو احساس میکنن مسئولیتشون کمتر میشه و دیگه پیگیری نمیکنن. اما دکتر اینطوری نبود. متنی که شنیدیم قسمتی از یکی از سلسله کتاب‌های تاریخ شفاهی پیشرفت ایران عزیزمون هست که خوندنش برای همه ما دانشجوها میتونه خیلی خیلی انگیزه بخش باشه. و اما ادامه بدیم گفتگومون رو با آقای دکتر. آقای دکتر، از صحبت‌های قبلی یه مطلبی که من یاد گرفتم این مسئله است که اولویت رو همیشه با منبع قرار بدیم و حالا احاطه داشته باشیم به اون منبع و بر اساس اون منبع اگر نیاز مطالبی رو سر کلاس یادداشت بکنیم، اگر مطلب اضافه بر اون استاد میگن یا اگر از یک منبع دیگه استاد صحبت میکنن این رو اضافه بکنیم. درسته این صحبت؟ بله دقیقاً. یعنی میخوام بگم همیشه اولویت با مرجعی باشه که استاد معرفی کرد. خیلی ممنون آقای دکتر. اگر نکته نهایی هست بفرمایید، اگر صحبتی با دانشجوها هست. خواهش میکنم. حالا در رابطه با چون تا اینجا تا این سوالاتو گفتیم من فقط یه نکته دارم که بعضی وقتا خیلی دانشجو نمیپذیرن و اون که حل المسائل به هیچ عنوان تو سبد خریدشون نباشه، نه سبد دانلودشون نه سبد خریدشون، چون جلوی خلاقیت رو میگیره. این کتاب هایی که ما به عنوان مرجع درسی استفاده میکنیم کتاب معمولا استاندارده، حالا چه ترجمه فارسی باشه، چه تألیف فارسی باشه، چه کتاب اصلی زبان اصلی انگلیسی باشه. ولی اگه شما بدونید که من یه حل المسائل کنارم هست، یه چند دقیقه‌ای با این سوال خود میخونم، اگه به جواب نرسیدم زود برم حل المسائل باز کنم. این جلوی خلاقیت رو میگیره. در ظاهر تو زمان من دانشجو صرفه‌جویی شده، ولی در باطن ضررهای زیادی واسه من داره. ممکنه مانع یادگیری عمیق بشه. واسه همین حالا فقط نکته پایانی تنها توصیه‌ای که دارم اینه که اینو از سبد دانلود و سبد خریدشون حذف کنن. ان شاءالله که این اتفاق بیفته. یکم البته بعیده ولی ان شاءالله که این اتفاق. مثلا گفتم بعیده دادش ازم بپذیرن. بله خیلی ممنون آقای دکتر. حقیقتا من که نکات خیلی مهمی یاد گرفتم ازتون و ان شاءالله که برای بقیه هم همینطور باشه. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنون بابت زحمتی که کشیدید شما و دوستان. سلامت باشین آقای دکتر. ممنون از همراهی شما. اگر دوست دارین با این برنامه از باشگاه دانشجویی در ارتباط باشین حتما ما رو در فضای مجازی به نشانی آیوتیکست دنبال بکنین. یادتون نره از همون نقطه صفر درست حرکت کنین تا بتونین به مقصد برسین. خدا نگهدارتون. تیغیمو میبریم، رعدیمو میقریم، فریادمون پشته کوه تکون میده. از جار و جنجال دشمن نمی ترسیم. این خاک خیلی از این بازی ها دیده. خون عزیزامون دریاست دنیا، توفان ترین دریا با ماست دنیا. سبز و سفید و سرخ، آباد و آزاده، تا هست این پرچم
بالاست ای دنیا خلیج ایرانی آبی آزاده یه ملت عاشق پشت تو واساده برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه فکر کن اجازه بدی یه مو ازت کم شه